فصل اول. کاساندان چشمانش از شدت گریه متورم شده و شانه‌هایش می‌لرزید. حرف‌های هیچ‌کس نمی‌توانست غمی را که در دلش رخنه کرده بود و یک لحظه هم رهایش نمی‌کرد را کم کرده و به او آرامش بدهد. به این سو و آن سو می‌رفت و هر لحظه چهره مارتا و میران را به یاد می‌آورد که خانه عشقشان به خاطر احساس او ویران شده بود. هزار بار خودش را نکوهش کرده بود و از خود پرسیده بود که آیا این کار ارزشش را داشت؟ کاساندان در این ماجرا خودش را مقصر می‌دانست و سرزنش می‌کرد، ولی همه ناراحتی‌اش از این بود که زمان را داشت از دست می‌داد و او برای بامداد فردا نمی‌توانست کاری کند تا جلوی دستور مرگ آن دو را بگیرد. بینی‌اش را بالا کشید و سرش را بالا گرفت و چشم از پنجره برداشت. آذربانو مثل همیشه در کنارش بود. او با دستمالی اشک‌های کاساندان را از روی گونه‌اش پاک کرد و با صدایی آرام گفت: گریه نکنید بانوی من. سپس مکثی کرد و به بانوی جوانی که از کودکی‌اش تا به حال او را همچون فرزند خود دوست داشت خیره شد و با لحنی مهربان‌تر ادامه داد: حتما مارتا هم راضی نیست شما به خاطر او این چنین اشک بریزید. کاساندان با اخم به او خیره شد و با صدای پر از بغض گفت: چه میگویی آذربانو؟ این اشک‌ها تنها کاری است که در مرگ آنها از من برمی‌آید. ای کاش اهورامزدا ما را کمک کند. نمی‌دانم چه کنم. عقلم به جایی نمی‌رسد. کاساندان از جا برخاست و در حالی که نفسش به سختی بالا می‌آمد، رو به آذربانو کرد و ادامه داد: ای کاش کسی پیدا می‌شد که می‌توانست به قصر آستیاگ برود و با جرأت به او بگوید که از کشتن مارتا و میران صرف نظر کند. کاش یک نفر در این شهر بود که در مقابل ظلم او می‌ایستاد. آخر چگونه می‌تواند تا این اندازه بی‌رحم باشد؟ آذربانو آهی کشید و از جا برخاست و به سمت در خروجی اتاق کاساندان رفت و گفت: هیچ کس نمی‌تواند نظر آستیاگ را برگرداند. بانوی من، پس بهتر است به جای اینکه خود را برای مرگ آن دو سرزنش کنید، برای روحشان طلب آمرزش کنید. کاساندان با خشم رو به آذربانو کرد و گفت: چه میگویی آذربانو؟ آن دو هنوز زنده هستند. چگونه میگویی که برای روح آنها دعا کنم؟ چرا هیچ کس تلاش نمی‌کند جلوی مرگ آنها را بگیرد؟ آخر آن دو نفر دو انسان هستند که دارن قربانی میشوند. آذربانو که از خشم بانویش دچار ترس شده بود کمی خود را عقب کشید و گفت: درست است که آنها زنده هستند، ولی ماندن در زندان قصر آستیاگ فاصله‌ای تا مرگ ندارد. کاساندان اشک چشمانش را با پشت دست پاک کرد و به آذربانو خیره شد. آذربانو لحظاتی به بانویش نگاه کرد و سپس در حالی که خود نیز دچار اندوه شده بود آرام آرام اتاق او را ترک کرد. همه درد او از این بود که نمی‌توانست به کسی بگوید که مارتا و میران به خاطر اشتباه او کشته می‌شدند. نمی‌توانست این را به بقیه بگوید و نمی‌توانست آن را پنهانش کند. برای همین تمام وجودش از شنیدن اتفاقی که در پیش رو بود می‌لرزید. کاساندان روی تختش نشست و از شدت ناراحتی و بغض ملحفه تختش را توی مشت جمع کرد و آب دهانش را فرو داد. مارتا و میران فردا صبح در زندان آستیاگ کشته می‌شدند و کاساندان خود را مسئول مرگ آنها می‌دانست و این فکر لحظه‌ای او را رها نمی‌کرد. نمی‌توانست آرامش داشته باشد. کمی در تختش این سو و آن سو شد و سپس با بیقراری از جا برخاست و در حالی که اشک می‌ریخت به سمت پنجره اتاقش رفت و از پشت آن پنجره به بارانی که بیوقفه میبارید خیره شد و با خود زمزمه کرد: ای باران ببار و گناهان اهالی این زمین را بشوی. ای باران مرا نیز ببخش. چگونه میتوانی بر این زمین بباری وقتی پر از سیاهی است؟ وقتی کسی به کسی رحم ندارد، وقتی عشق فراموش شده. کاساندان دستش را روی شیشه پنجره حرکت داد و قطره‌ای باران را به نوک انگشتانش گرفت و با آن خیره شد و سپس به یاد همان روزی افتاد که مارتا را از پشت همین پنجره دید که خندان و دوان دوان به سمت عمارت او می‌آمد. کاساندان هم از دیدن او با خوشحالی نفسی بلند سر داد و زیر لب گفت: آمد،
مارتا برگشت و چشمانش را بست و شروع کرد به شمردن که تا پایان اعدادی که می‌داند مارتا در اتاقش را باز کند. این لحظات برای کاساندرا به سختی می‌گذشت. تمام روز را به یاد کوروش در اتاقش گذرانده بود و حالا انتظار می‌کشید تا مارتا برایش خبری بیاورد. خبر ورود کوروش به حکمتان در تمام شهر پیچیده و دهان به دهان گشته و به کاساندرا رسیده بود و این برای کاساندرا فرصتی بود که تمام عمر انتظارش را می‌کشید. کاساندرا زمانی که عدد 10 را به زبان آورد، مارتا به در ضربه زد و وارد شد. درست مثل همیشه. بعد هم درست مثل همیشه در برابرش تعظیم کرد. کاساندرا با هیجان قدمی به سویش برداشت و به مارتا خیره شد و با بیتابی گفت: چه شد مارتا؟ زود باش به من بگو، کوروش را دیدی؟ او چه گفت؟ قیافه‌اش چقدر تغییر کرده است؟ هنوز هم وقتی لبخند می‌زند گونه‌اش چال می‌افتد؟ مارتا با ناامیدی به او خیره شد و سری تکان داد و گفت: بانوی من، آرام باشید، من او را ندیدم. کاساندرا به مارتا نگاه کرد و ناگهان غمی در دلش رخنه کرد و بغضی ناخواسته گلویش را فشرد. شانه‌های مارتا را رها کرد و آهی کشید و پرسید: یعنی نامه من را به دستش ندادی؟ مارتا سرش را بالا آورد و به چشمان کاساندرا خیره شد و آهی کشید و جواب داد: وقتی من وارد قصر شدم، کوروش در قصر آستیاگ نبود و من برای پیدا کردنش و رساندن نامه بانویم به او به گوشه و کنار سرک کشیدم، اما چون او را پیدا نکردم به نزد میران رفتم و از او سراغ کوروش را گرفتم. کاساندرا با خشمی پنهان به مارتا خیره شد و سپس آهی کشید از بیقراری و گفت: نگو که تمام روز را در کنار میران گذراندی و یادت رفته نامه را به صاحبش برسانی. مارتا چشمانش را درشت کرد و قدمی به سوی بانویش برداشت و گفت: وای بر من بانوی من، هرگز چنین اتفاقی نیفتاده و من فقط میران را 2 بار خیلی کوتاه دیدم و هر 2 بار بابت نامه شما بود. کاساندرا بی‌حوصله روی تختش نشست و گفت: نامه را به من بده مارتا، تو فقط رفته بودی میران را ببینی. مارتا کنار پای او روی زمین نشست و پای باریک و ظریف بانویش را لمس کرد و با لبخند گفت: من خبر خوشی برای بانویم دارم. کاساندرا گره‌ای به پیشانی انداخت و با خیره شدن به مارتا نشان داد که منتظر شنیدن است. مارتا ادامه داد: میران گفت که کوروش به همراه آستیاگ به شکار رفته است. کاساندرا با حیرت به او نگاه کرد و پرسید: این خبر کجاش خوب است مارتا؟ مارتا خنده کوتاهی کرد و ادامه داد: باید باقیش را بشنوید. وقتی فهمیدم که کوروش به شکار رفته و از همان دری که میران نگهبانیش را به عهده دارد وارد می شود، برای اینکه کاری برای شما انجام داده باشم، تصمیم گرفتم نامه شما را به میران بدهم تا میران آن را در بازگشت کوروش به او برساند. کاساندرا از شنیدن این حرف چشمانش از تعجب گرد شد و به مارتا نگاه کرد و با حیرت گفت: تو چه کردی؟ نامه من را به دست میران دادی؟ مارتا که گمان می‌کرد با این کار و دادن نامه به میران برای رساندن نامه بانویش به کوروش او را خوشحال خواهد کرد، با لبخندی تایید کرده و ادامه داد: بله، نامه را به میران دادم که به محض ورود کوروش به قصر آن را به دستش برساند. دیدید که خبر خوش هم دارم؟ کاساندرا که نمی‌توانست باور کند مارتا چنین بی‌احتیاطی کرده باشد، با شگفتی پرسید: وای بر تو مارتا، تو نامه من را به میران دادی؟ مارتا چرخی در اتاق زد و با لبخند گفت: نگران نباشید، میران مرد مورد اعتمادی است. کاساندرا سری تکان داد و گفت: در معتمد بودن میران شکی نیست و البته از نظر تو زیباترین و دلیلترین و معتمدترین مرد این سرزمین میران است. اما تو نمیدانی آن نامه برای من چه اهمیتی داشت. تو نباید آن را به دست کسی غیر از کوروش میدادی. وای بر تو مارتا. مارتا خنده کوتاهی سر داد و گفت: اما میران سواد خواندن ندارد و البته من خودم کلماتی را به او یاد دادم، اما نه آنقدر که میران بتواند نامه‌ای بخواند. آخر میدانی میران کمی سر به هوا است و وقتی کنار من است دلش نمیخواهد زمانش را به خواندن الفبا بگذراند.
خب البته ما هم فرصت‌های خیلی کمی در کنار هم هستیم و کاساندان که بسیار دچار هیجان شده بود با ترس برخاست و به سمت مارتا رفت و در میان حرفهایش گفت: مارتا، میران سواد خواندن ندارد، اما در قصر آستیاک خیلی‌های دیگر سواد خواندن دارند. مارتا که نمی‌دانست شدت وخیم بودن این ماجرا از نظر کاساندان در چه حد است، سری تکان داد و گفت: اما من به میران گفتم که نامه را فقط به دست کوروش برساند و او هم همین کار را خواهد کرد. او همیشه حرفای من را گوش می‌کند. کاساندان که دچار تپش قلب شده بود دستانش را به هم فشرد و گفت: اگر کس دیگری از این نامه باخبر شود برای همه ما بد خواهد شد. برای تو، من، پدرم و میران. آه مارتا، تو مرتکب اشتباه بزرگی شدی. مارتا از دیدن قیافه رنگ پریده بانویش دچار نگرانی شد. کاساندان آهی کشید و در حالی که از شدت ترس یخ کرده بود پرسید: چه کسی تو را در قصر کنار میران دید؟ مارتا آب دهان فرو داد. گلویش خشک شده بود. کمی فکر کرد و گفت: زمانی که وارد قصر شدم، هارپاک بزرگ مرا دید و حال شما را از من پرسید و من گفتم که خیلی خوب هستید و این روزها بهتر هم هستید. کاساندان با بیتابی گفت: مارتا، از این حرفا بگذر. بگو غیر از هارپاک دیگر چه کسی تو را دید؟ مارتا کمی فکر کرد و سپس گفت: زمانی که باز میگشتم نیز هارپاک را دیدم، اما زمانی که در کنار میران با او مشغول صحبت بودم سوریا را دیدم که از دور ما را نگاه میکرد و لحظه‌ای که متوجه نگاه ما شد دستی تکان داد و با لبخند دور شد. کاساندان آهی کشید و روی تخت نشست و با افسوس بیشتری از کاری که مارتا کرده بود گفت: سوریا، او حتما برای ما دردسر درست خواهد کرد. مارتا برای آنکه نگرانی بانویش را کم کند آب دهان فرو داد و گفت: آرام باشید بانوی من. اگر سوریا بگوید که من وارد قصر شدم میتوانم بگویم که من برای دیدار میران رفته بودم. کاساندان بی توجه به حرفهای مارتا دستای او را در دست گرفت و گفت: فقط میتوانی یک کار بکنی. مارتا با تردید سری تکان داد و گفت: هر چه باشد بانوی من. کاساندان که دستای او را در دست داشت گفت: باز هم به قصد بازگرد و این بار نامه من را از میران پس بگیر. تا دیر نشده باید این کار را بکنی. مارتا قدمی به عقب برداشت و مکث کرد و سپس گفت: اما رفتن دوباره من به آنجا دردسر بیشتری خواهد داشت. ممکن است آنها به رفت آمد من مشکوک شوند. هوا هم دارد تاریک می شود. آیا شما فکر می کنید که این کار درست است بانوی من؟ کاساندان دستانش را محکم گره کرد و جواب داد: بهانه نیاور. بله درست است. دردسر امروز بیشتر از این نخواهد بود که ما دچار این دردسر شویم که کسی نامه من را در جیب میران پیدا کند و آن را به آستیاک برساند و او هم از اینکه کسی دور از چشم آستیاک در آن قصر نامه رد و بدل می‌کند همه را به مرگ بکشاند. پس مارتا، تا دیر نشده راه بیفت. مارتا سری تکان داد و کاساندان برای آنکه کمی از نگرانی مارتا را کم کند لبخندی زد و گفت: نگو که از رفتن به آنجا و دیدن دوباره میران خوشحال نیستی. میدانم ته دلت جشنی از دیدار دوباره میران برپاست. گونه‌های مارتا گل انداخت و زبان در دهان چرخاند و گفت: البته نباید این همه به مردها بها داد که فکر کنن آدم تاب دوریشان را ندارد. اما کاساندان لبخندی زد و مارتا را که همچنان حرف میزد به بیرون هدایت کرد و لحظاتی بعد خود را پشت پنجره رساند و او را دید که به سرعت به سمت در خروجی عمارت می‌دود. ارسلان را هم دید که در حال تیمار کردن به اسب لحظه‌ای مکث کرد و به خروج مارتا خیره شد. کاساندان زیر لب گفت: ارسلان، به کارت برس. سپس کاساندان دست به دعا برد و از اهورامزدا درخواست کرد که تا دیر نشده نامه او به دستش بازگردد. او تمام آن روز انتظار کشید که مارتا زودتر خودش را برساند، اما انتظارش بیهوده بود. کاساندان از یادآوری آن روز اشک در چشمش جمع شد و از پنجره فاصله گرفت
و روی تختش نشست و بعد از لحظاتی شروع به نوشتن کرد. اما دیگر دلش نمیخواست نامه‌ای بنویسد. دلش نمیخواست از عشق بنویسد. او از اینکه آشیان عشق میران و مارتا را با آن نامه ویران کرده بود از خودش بیزار بود و نمیدانست که آیا روزی میتواند خودش را ببخشد یا نه. خطوطی را روی کاغذ آورد و متوجه شد که هیچ چیز نمیتواند آرامش کند. از جا برخاست و دستهایش را به هم گره زد. چندین فکر به سرش زد که هیچ کدام عملی نبود. میتوانست خودش به قصر آستیاگ برود و از او تقاضا کند که از مرگ میران و مارتا درگذرد، یا اینکه خودش را به کوروش برساند و ماجرا را تعریف کند و از او تقاضا کند که نزد آستیاگ برود و برای زندگی آن دو شفاعت کند، یا اینکه به دیدن سپاکو و میترادات پدر و مادر کوروش برود و از آنها بخواهد پادرمیانی کنند. اما میدانست که همه اینها اوضاع را وخیم‌تر کرده و افراد دیگری را در این ماجرا درگیر می‌کند. اما اینکه بنشیند و خبر مرگ آن دو را بشنود نیز عذابش می‌داد. چشمانش را بست و اشک از گونه‌اش جاری شد که ناگهان صدای در آمد. آرام گفت: هر که هستی داخل شو. لحظه‌ای بعد در باز شد و ارسلان با غمی در چهره وارد اتاق کاساندان شد و در برابر او تعظیمی کرد و احترام گذاشت. کاساندان از دیدن او هیجان زده برخاست و گفت: ارسلان چه شده؟ به قصر رفتی؟ ارسلان در برابر او سر فرود آورد و با صدای آرامی جواب داد: بانوی من، دیگر برای همه چیز دیر شده است. کاساندان با شنیدن این حرف احساس خفگی کرد و با دست و پای شل روی تخت افتاد و گفت: نه ارسلان، یعنی میران و مارتا را خواهند کشت؟ ارسلان سری تکان داد و کاساندان با بغضی که چندین روز بود در گلو داشت و امروز آن بغض با اشک‌هایش بر گونه جاری شد. کاساندان چند قدم در اتاق راه رفت و سپس روی صندلی چوبی نشست و با اندوه گفت: ارسلان، گمان می‌کنی رفتن من هم به قصر آستیاگ و دیدار کوروش برای مارتا و میران سودی نخواهد کرد؟ همراه من به قصر میایی؟ ارسلان سری تکان داد و گفت: نه، و شاید حتی برای مرگ آنها راه بدتری انتخاب کنند. هنوز آستیاگ نمی‌داند که این نامه را چه کسی و برای چه نوشته است، ولی چون در آن نامه نام خودش و کوروش را دیده، بسیار خشمگین است و به دنبال نویسنده آن نامه می‌گردد. او مظنون است که این نامه برای کوروش و به قصد توطئه بر علیه او نوشته شده است و این را من از نگهبانی که دیده‌اند میران را به زندان بردن پرسیدم. کاساندان سری تکان داد و با افسوس گفت: این دیگر چه فکری است ارسلان؟ دیر یا زود میفهمند که آن نامه را من نوشتم و از کوروش خواستم قصر آستیاگ را ترک کند، زیرا او ظالم است و کوروش را نیز چون خودش خواهد کرد. من از کوروش خواستم به دیدن من بیاید و فقط همین. من باید بروم و ماجرای نامه را با آستیاگ بگویم تا این افکار بیهوده را از سر بیرون کند. ارسلان آهی کشید و رو به بانویش کرد و گفت: برای جان خود و پدرتان لازم است که وانمود کنید هرگز شما نویسنده این نامه نبودید. شما مگر آستیاگ را نمی‌شناسید؟ او که به فرزند خودش نیز رحمی ندارد. کاساندان نگاهی به ارسلان کرد و با غمی در صدایش جواب داد: من این حرفها را نمیفهمم ارسلان. من باعث شدم مارتا به قصر آستیاگ برود. من از او خواستم نامه را به کوروش برساند و باید بروم و حقیقت را به زبان بیاورم. سپس از جا برخاست و دست در هوا چرخاند و گفت: انگار دیوانه شدم ارسلان. مارتا و میران را به خاطر آن نامه میخواهند بکشند و آن دو که این همه عاشق هم بودند با هم کشته خواهند شد. ارسلان سری تکان داد و گفت: رفتن شما به قصد بیهوده است، زیرا وقتی پادشاه بخواهد تصمیمی برای مرگ کسی بگیرد هیچ کس نمیتواند جلوی دستور او را بگیرد. پس بهتر است آرام باشید. کاساندان از خونسردی او با حیرت آهی کشید و گفت: آرام باشم ارسلان؟ بهتر بود من به جای آنها کشته شوم. اینگونه به راحتی همه چیز تمام میشد. مارتای عزیز من به همراه محبوبش دارن میمیرن، آن هم به خاطر نامه‌ای که من برای کوروش نوشتم. بعد تو میگویی آرام باشم؟
تو بودی آرام می‌بودی؟ ارسلان لبخند سردی بر لب آورد و برای تسلای دل بانویش گفت: این چه حرفی است بانوی من؟ شما بهتر است این همه خود را سرزنش نکنید، زیرا مارتا و میران نیز به خاطر بی‌احتیاطی خودشان کشته می‌شوند و شما در مرگ آنها مقصر نیستید. شما که به مارتا نگفته بودید نامه شما را به میران بدهد. کاساندان سری تکان داد و گفت: ارسلان، ای کاش آن روز تو به بازار نرفته بودی و من نامه‌ام را به تو می‌دادم که به قصد ببری. آن روز آنقدر بی‌تابی بر من چیره شد که دلم می‌خواست همان لحظه حرفهایم را به کوروش بزنم و پاسخم را از او بگیرم. اما اشتباه کردم ارسلان. ارسلان سر به زیر فرود آورد و گفت: از حالا به بعد هرگز شما را تنها رها نخواهم کرد. کاساندان جلوی پنجره ایستاد و زمزمه کرد: خوب است ارسلان، خوب است. تو همیشه به من وفادار بوده‌ای. ارسلان آهی کشید و به بانوی جوانی که خود را برای مرگ مارتا، ندیمه یونانی و میران محبوب مارتا که از سرزمین مادها بود خود را سرزنش می‌کرد خیره بود. او می‌دانست که کاساندان برای بار دوم مارتا را مجبور کرده که آن روز به قصر برود تا نامه‌اش را از میران بگیرد و زمانی که مارتا وارد قصر می‌شود، سوریا به او مشکوک شده و دنبالش می‌کند. سوریا حرفای مارتا و میران را در مورد نامه می‌شنود و بلافاصله دستور دستگیری آن دو را از آستیاک بزرگ می‌گیرد و به دستور آستیاک این زن به همراه مردی که می‌خواست با او وصلت کند توسط نگهبانان دستگیر شده و به نزد آستیاک برده می‌شوند. در بازجویی از آن دو نامه در لباس میران پیدا می‌شود، ولی هیچ کدام حاضر نمی‌شوند بگویند که این نامه را کاساندان نوشته و برای کوروش نوه آستیاک است. برای همین آستیاک هر دوی آنها را به زندان می‌اندازد و 3 روز به هر دوی آنها مهلت می‌دهد تا پرده از این نامه بردارند و چون آن دو هیچ حرفی نمی‌زنند دستور مرگشان را صادر می‌کند. آنچه که آستیاک از محتوای نامه برداشت کرده بود، توطئه‌ای بود که از سوی نزدیکانش بر علیه خود احساس می‌کرد. کاساندان اینک در شرایطی سخت خود را سرزنش می‌کرد و ارسلان با چشمانی عاشق‌تر از همیشه به بانویش خیره شده بود. ارسلان نفسی از سینه بیرون داد و گفت: بهتر است آرام باشید و استراحت کنید. کاساندان لبخند سردی به لب آورد و در حالی که به نقطه نامعلوم خیره بود گفت: از حالا به بعد نمی‌دانم می‌توانم آرام باشم یا نه. ارسلان لبخندی زد و گفت: شما زن مقتدری هستید و نباید بگذارید مشکلات بر شما غلبه کند. کاساندان نگاهی به او کرد و لبخندی ملایم بر لب نشاند و گفت: تو همیشه به من مهربان بودی ارسلان و حرفهای خوب می‌زدی، اما خوب می‌دانی که حتی یک پادشاه هم ممکن است از فکر شکست بخورد و من شبیه آن پادشاهی هستم که تمام یارانش او را ترک کردند و در قصری گرفتار است و دشمن هر لحظه به او نزدیک می‌شود. به گمان تو آیا چنین پادشاهی می‌تواند آرام باشد؟ ارسلان آب دهانش را فرو داد و گفت: حتی اگر تمام یاران این پادشاه او را ترک کرده باشند، او می‌تواند من را برای همیشه یکی از یاران ماندگارش بداند. پس حتی داشتن یک یار وفادار که حاضر است جانش را نیز از دست بدهد، برای پادشاه باید آرامبخش باشد. کاساندان نفسی از سینه بیرون داد و سرش را میان دستانش گرفت و گفت: تو همیشه خوب بودی ارسلان. سپس مستقیم به چشمان ارسلان خیره شد و ادامه داد: راز نامه را فقط من و تو می‌دانیم. قول بده که مادرت هم از آن باخبر نشود. ارسلان با لبخند سردی که به لب داشت با اطاعت سر فرود آورد و کاساندان رو به پنجره ایستاد و گفت: می‌توانی بروی، باید با خودم تنها باشم. ارسلان بار دیگر به کاساندان نگاه کرد و نفسی از سینه بیرون داد و در حالی که سر به زیر انداخته بود از اتاق بانویش خارج شد و راه محوطه عمارت را گرفت. هوا تاریک شده بود و باران هنوز می‌بارید. ارسلان با قدم‌های آهسته خودش را به محوطه بیرونی عمارت رساند. از کنار درختان سر به فلک کشیده گذشت
و زیر سایه‌بانی ایستاد و چشمانش را بست و صدای باران را به جان خرید و سعی کرد آرام باشد. کاساندان نیز در اتاقش هنوز پشت پنجره ایستاده بود و به اتفاقاتی که در گذشته افتاده و قرار بود که بعد از این نیز بیفتد می‌اندیشید. لحظاتی بعد در اتاق او زده شد و آذربانو در حالی که سینی نوشابه را در دست داشت وارد اتاق او شد و تعظیمی کرد و گفت: بانو کاساندان به سلامت باشد. پدر، برادرتان و همسرش و هارپاک بزرگ در سالن پذیرایی به انتظار شما نشستند. کاساندان سری تکان داد و گفت: بی‌حوصله‌تر از آن هستم که آنها را ببینم. آذربانو نگاهی به او کرد و لبخند سردی بر لب آورد و جواب داد: پدرتان دستور دادند که فوراً خودتان را ببخشید تلفن زنگ خورد، بریم برای ادامه داستان. پدرتان دستور دادند که فوراً خودتان را به آنها برسانید. گویا حرفای آنها نیز پیرامون مارتا و میران است. کاساندان از شنیدن این حرف سریع تکانی خورد و آهی کشید و سپس رو به آذربانو کرد و گفت: لباس مرتبی برای من آماده کن. آذربانو با خوشحالی سر فرود آورد و لباسی از میان لباسهای کاساندان آماده کرد و سپس به بانویش کمک کرد تا آن لباس لاجوردی را بر تن کند و روی موهایش را نیز مرواریدهای سفید چید. شال نازکی نیز روی موهایش گذاشت و زیبایی خاصی به کاساندان بخشید. کاساندان نفس بلندی کشید و سعی کرد در مقابل افرادی که قرار بود آنها را ببیند خونسرد باشد. آذربانو مثل همیشه که از دوران کودکی‌اش دست‌های او را می‌گرفت و به سالن می‌رساندش، دست‌های او را در دست گرفت و به سمت سالن برد. کاساندان از دور دید که هارپاگ بزرگ روی صندلی نشسته و سخت در فکر فرو رفته است. کاساندان وارد شد و هارپاگ برای او از جا برخاست و پدرش فرناس نیز چند قدمی به سمت او رفت تا دست‌های کاساندان را که آذربانو رها کرده بود در دست بگیرد و در همان حال به آذربانو لبخند زد. کاساندان هم به سختی لبخندی بر لب آورد و با تکان سر به هارپاگ بزرگ ادای احترام کرد. اوتانا، برادرش و همسرش آناهیتا نیز از آنجا برخاستند و برای کاساندان جایی باز کردند تا در کنار آنها بنشیند. کاساندان روی صندلی راحتی نشست و رو به هارپاگ گفت: از قصد خبری آورده‌اید هارپاگ بزرگ؟ هارپاگ سری تکان داد و لبخندی زد و گفت: چه خبری می‌خواهید بشنوید؟ همان خبر است که بود. کاساندان چشمانش را که غمی سنگین به بازی گرفته بود به زمین دوخت و فرناس نگاهی به دخترش کرد و سپس رو به هارپاگ گفت: مارتا ندیمه کاساندان بود و شنیدن این خبر برای او بسیار سخت بود. ما باید به کاساندان حق بدهیم که چنین پریشان شده باشد. اوتانا از جا برخاست و کمی نوشیدنی برای خود ریخت. او مردی بود با قامتی بلند و صورتی کشیده. موهایش بلند و حالتدار بود که از پشت آنها را می‌بست و هنگامی که سوار بر اسب می‌تاخت، موهایش نیز در دست باد تکان می‌خوردند و زیبایی خاصی به او می‌دادند. و کاساندان می‌دانست که زنان زیادی در دربار و بزرگان تمایل دارند که او دختر آنها را به عنوان همسر انتخاب می‌کرد و آناهیتا این شانس را داشت که زودتر از همه دل از این پسر اهل ماد برباید. کاساندان نگاهش به برادرش بود که هارپاگ سکوت را شکست و رو به فرناس کرد و گفت: دردسری که دستگیری مارتا برای من و شما داشته قابل گذشت نیست و هر آن آستیاگ من و تو را به قصرش دعوت می‌کنم و ما را برای این موضوع بازخواست خواهد کرد. کاساندان از شنیدن این حرف تکانی خورد و گفت: برای چه آستیاگ باید شما را بازخواست کند؟ فرناس شانه بالا انداخت و گفت: به دلیل بسیار واضحی، یعنی اینکه مارتا خدمتکاری از خانه من بود و من به او اجازه داده بودم آن موقع روز به قصر برود، ولی اینکه آن نامه از که و برای چه بود را نمیدانم و همینطور هارپاگ به این خاطر که مارتا یک یونانی بود در معرض خطر است و انگشت اتهام میتواند روی او باشد.
اوتانا همانجا دور از بقیه نشست و ضمن خوردن نوشیدنی گفت: اما این خیلی نمیتواند برای شما دردسر درست کند، چون آستیاک دانسته که علت رفت و آمد مارتا به قصر محبوبش میران بوده است که برای دیدن او به قصر آستیاک میرفته و آن نامه هم میتواند از هر کس گرفته باشد. خب تا اینجا داستان اینجوری پیش رفت که آستیاک پادشاه سرزمین ماد بود و یه دختر داشت به نام ماندانا و همسر ماندانا هم کمبوجی اول بود که پسر اینا میشد کوروش بزرگ. بعد کاساندان پدرش فرناس بود. هارپاک از دوستای پدرش به حساب می اومد. یه داداش داشت به نام اوتانا کاساندان و همسر برادرش هم اسمش آناهیتا بود. ارسلان در واقع فکر میکنم استبدارشون بود، اسبا رو تیمار میکرد و آذربانو هم خدمتکار کاساندان بود. حالا این شخصیت هایی بود که تا اینجا داستان بود، گفتم که یه جنبندی براتون شده باشه.